17 اپریل سال 2022 تخمیناً ساعت 12:30 راننده автомашини тамғаи Деву Село Ғоибов Фазлиддин سال تولدش 1990 ساکن دهه دنقره هنگام حرکت در حدود نویه دنقره آزوده اداره واسطه نقلیات نبر آمده به کنار چپ راه برآمده автомашین را چپ نموده است. در نتیجه مسافر автомашین مذکور افتخار فضلالدین سال تولدش 2020 ساکن نویه مذکور جراحات وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یکی در نویه شامنصور با عریضه مرد 69 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که ماه اپریل سال 2018 مرد 39 ساله ساکن شهر دوشنبه برای فریب به باوریش در آمده از او $35,000 آمریکایی گرفته وعده داده است که در بنای ساختمانش ناتمام واقع در کوچه دهلوی پایتخت منزل استقامتی گرفته می‌آید، اما نام برده مبلغ برای فریب به دست آورده‌اش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. همزمان به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه فردوسی با عریضه مرد 66 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نموده است که ماه اپریل سال 2018 مرد 60 ساله ساکن شهر کولا برای فریب به باوریش در آمده از او $37,000 آمریکایی گرفته وعده داده است که بر عوضش منزل استقامتیش را واقع در جماعت دهات رسیه دهه یکتوت نویه رودکی به نام و نسبش می‌گذراند، اما وعده‌اش را تا حال اجرا نکرده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.